فتنه به اوج خود رسیده و صبر ما لبریز شده. الله سبحانه و تعالی یک از صفات الهی المنتقم هست، انتقام گیرنده هست. بخوای نخوای در هر جای باشی ای منافقی. تا با چند روز صبر و حوصله ما کردیم دیگه صبر ما لبریز شد. همین قدر مانده که فقط توپ و تانگ با هم برابر بکنیم و در مقابل یک دیگر بجنگیم. فیصله من و تو ای منافقین، ای رزیلا، ای قرآن است. ای قرآن است. فیصله ما و شما را قرآن میکنه. قسمی که سیدنا علی رضی الله تعالی عنه با سیدنا معاویه رضی الله تعالی عنه در جنگ صفین درگیر بودن. معاویه رضی الله تعالی عنه قرآن را در نیزه گرفت بالا کرد، گفت ای علی، گفت فیصله من و تو را قرآن میکند. بعدم برادروار یک دیگر خود را در آغوش گرفتن. در جنگ صفین تقریبا 70,000 مجاهدین به شهادت رسیدن. 70,000. ولیکن امروز شبکه‌های مجازی اینقدر آسان شده که در میخانه بشی فقط دروغ، توهین، تحقیر، بدرد گفتن. به خاطر از همین موضوع را گذاشتیم که حکم بهتان از دیدگاه اسلام. در لابالای صحبتم آیه مبارکه را که خدمت شما قرائت کردم، سوره احزاب آیه 58 است. الله عزوجل مهربانی میکنه: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بهتانا و اثما مبینا. و کسانی که از مردان مؤمن و زنان مؤمن را به هیچ گناهی که مرتکب شده باشند، گناهی نکرده باشند، آزار میتن، اذیت میکنن، بهتان میبندن، براستی که بار بهتان این گناهی که آشکار گناه بزرگی را به دوش دارن، به دوش کشیدن. اینه که در قبال مؤمنین چه مرد و چه زن باشند بهتان میبندن. الله عزوجل مهربانی میکنن: فقد احتملوا بهتانا و اثما مبینا. الله اکبر. اینا باری بسیار بزرگی را پشت خود حمل کردن که در قبال برادران مؤمن، در قبال مؤمنین سبحان الله بهتان میبندن، بدرد میگن. در آیه قبلش که بریم الله عزوجل مهربانی میکنه: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وعد لهم عذابا مهینا. کسایی که الله و رسولش را آزار میده، الله عزوجل در دنیا و آخرت لعنت کرده، برای اینها عذاب خار کننده ای آماده هست. اینایی که بهتان میبندن، اینایی که تهمت میبندن. ما از قرآن، از حدیث صحبت میکنیم، از آیات صحبت میکنیم. سبحان الله. امروز میبینیم که در شبکه‌های مجازی غیر از تهمت کردن، بهتان کردن، دیگر چیزی ما نمیبینیم. سبحان الله. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مهربانی میکنن. ابن ماجه در حدیثی که 3118 است اونا روایت میکنن: و ایاکم والکذب فانه مع الفجور و هما فی النار. از دروغ دوری بکنین، از دروغ گفتن بپرهیزین. چرا؟ او همو فسق و فجور است میگه و هر دو در آتش دوزخ داخل میشه، هر دو در آتش دوزخ. حدیث بسیار طولانی است، در بخاری است. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در خواب که میبینه، بسیار اختصارش میکنم، حدیث صحیح بخاری است. در حدیث 1386 جبرائیل دستش گرفته و نشان میده: رأیت اللیلة رجلین اتیان قال الذي رأیته یشق شدقه فكذاب
يكذب بالكذب تحمل عنه حتى تبلغ الآفاق ويصنع به إلى يوم القيامة. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مهربانی میکنه میگه امشب دو مرد پیش ما آمدن و به من گفتن که اون مردی که دیدی که دهنش را چاک میکرد، همون تو پاره میکرد دهنش را، پاک همین تو چیره میکرد دهنش را، او دروغگوی است. میگه او چی بود؟ دروغگویی در این دنیا فقط خبرهای دروغین پخش میکرد در شبکه‌های مجازی. او دروغ گفته بود و اون دروغ به او چی میکرد؟ به مردم نقل میکرد تا همه جا را فرا گرفت. پس تا روز قیامت رفتار از این است که دهنش پاره کرده میره، اینجا دهنش پاره کرده میره، نمو تو دو شقش میکنه. سبحان الله. چی میکردن اونم؟ رأیته یشق شقه فکذب یکذب بالکذبه تحمل عنه حتی تبلغ الآفاق. که او دروغ میگفت و همین با دروغ گفتن عادت داشت و به مردم نقل میکردی دروغ را و تا به روز قیامت حالت از اینمی شکل است که دهنش همون تو چیر کده پاره کرده میره. الله عزوجل میشنوه و عالم بذات الصدور است و دو ملائکه نوشته میکنه آنهایی که بالای ما تهمت میبندن و بدرت میگوین. کلتان آمین بگوین. لعنت الله علی الکاذبین، لعنت الله و ملائکه و الناس اجمعین، اونهایی که بالای ما تهمت میبندن و بهتان میبندن و در مقابل ما جبهه گیری کردن و امروز در شبکات مجازی پخش و نشر میکنن. این قرآن عظیم شان کلام الهی است، انسان را پاره پاره میکند. قرآن شما را بشرمانه، قرآن شما را زیر خاک بکنه که شما در مقابل ما جبهه گیری میکنید. اینقدر جبهه گیری تنها در مقابل روافض میکردین، در مقابل سکولارها میکردین. عیف است در شبکه تهمت میبندیم. سبحان الله. الله سبحانه و تعالی در سوره احزاب مهربانی کردن که آنهایی که یعطون المؤمنین و المؤمنات، مؤمنان را و زنان مؤمن و مردای مؤمن آزار میتن، تهمت میبندن پشت سرشان که اینا این کار را کردن این کار را کردن. شما چرا یک گپ دنبالش نمیگه، تحقیق نمیکنین، اصل و منشا را پیدا بکنین؟ مگر قرآن به شما نگفت در سوره حجرات در آیه 6 از غالبا الله عزوجل مگر برای ما و شما خطاب نکرد؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمین. ای مؤمنان، ای بندگان من، یک فاسق و فاجری که برای شما خبری را میارد شما تحقیق بکنید، برین دنبالش بگردین این گپ چقدر راست است، چقدر حقیقت داره. مبادا شما میگه درباره گروهی از روی نادانی، از جهلتان میگه نادانی، با اونا آسیب برسانید، ضرر برسانید، وقت شما پشیمان شوید. این نص قرآن است. بس قرآن برای ما بیان میکنه یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. ای مؤمنان شما اجتناب بکنید از بسیاری گمان ها، پرهیز بکنید. به شک بعضی گمان های گناه است. در امور دیگران تجسس نکنین، کنجکاوی نکنین. این امر الله سبحانه و تعالی است. سبحان الله. چقدر سخت است. امروز آیه ها بیان میشه، قلب ها بر قلب ها اثر نمیکنه، حدیث ها بیان میشه با قلب اثر نمیکنه. اگر مردی مناظره هستی، اگر مرد مناظره هستی، ما تو را در مناظره دعوت میکنیم. الله شاهد است که این قرآن گواه باشه، الله گواه باشه که سعی کنین این قرآن عظیم شان ما و شما را میشرماند. اگر اهل مناظره هستین، بین